بعد سیومین عامل را ذکر کرده گفتن که النظر الى اعمال الصالحین ممن هم فوقک. یکی از عامل ها یعنی سبب هایی که برای بنده به اخلاص شدن برده میرساند نگاه کردن به عمل های صالح ها، با آن شخصیت های صالحی که از ما پیشتر در این دنیا زندگی کردن. فی اعمالک الصالحة لا تنظر الى اعمال رجال زمانک ممن هم دونک فی المسابقة الى الخیرات. میگن که در عملهای صالح به مردهای زمانه خودت که از عملهای صالح از تو مرتبهشان پایانتر است با آنها نگاه نکن. یعنی مادامی که تو نماز جماعت میخوانی، نماز تهجد میخوانی، روزه پنجشنبه دوشنبه داری و طلب علم داری، با آن آدم‌هایی که از خودت پایانتر است با آنها نگاه نکن. چون اگر با آنها که نگاه کردی میگویی که اوه من بنده صالح هستم و من از آنها پیش هستم و همین برای من کفایه هست گفته فکر میکنی. بلکه به کی نگاه کن؟ به گذشتگان نگاه کن. و تطلع دائما الى الاقتداء بالانبیاء والصالحین. دائما از احوال پیغمبرها و صالحها خبردار شو، معلومات گیر اونا چگونه عمل میکردن. یقول الله سبحانه اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتدی. الله تعالی درباره پیغمبرها گفت که اینها شخصیت هایی بودند که الله اینها را هدایت کرد، پس به راه آنها اقتدا کن، یعنی از پس راه این بزرگان رو. خب وقرأ سیر الصالحین من العلماء. تاریخی عالم ها را قرائت کن، سیرت علما، ترجمه حال آنها را. والعباد و آنهایی که عبادت های زیاد داشتن. و نبلا بزرگان، جمع کلمه نبیل بزرگ، نبلا بزرگ ها. و زهاد آنهایی که از دنیا زهد کردن، از دنیا پرهیزگاری کردن. به حیات آنها نگاه کن، قصه خبر آنها را نگاه کن. فهو ارجع لزیادت الایمان فی القلب. این یک عمل است که یعنی برای زیاد شدن ایمان در قلب موردی امید است. یعنی می شود انسان امید کند که به سبب قرائت سیرت علما ایمان بنده زیاد می شود و عمل را بنده به خاطر الله تعالی اجرا می کند.